شهرداری خوجند در پاسخ به اعتراض ساکنان محله 19 شهر از ساختمان یک خانه بلندداشتانه در اینجا پیشگیری کرد. نزدیک به منزل آنها بنیاد شدن بینای نو ناراضگی ساکنان را به میان آورده بود. آنها تمام تلاش را کردند که به ادامه یافتن ساختمان راه ندهند. اینها هم نبینید من دو تا دومی درازه کانالیزاسیا یک تا گوید کجا ما یک مترش زندگی میکنیم پشتی یک ما یک بار دو بار کانالیزاسیا دویده میبرد. بحث شرکت بیناکاری سرمایه ساختمان با این ساکنان 8 سال باز ادامه داشت. اینجا 13 گراژ و میدانچه ورزشی جایگیر بوده. در دو بینای نزدیک آن 300 خانواده زندگی میکنند. این گراژها ولی ماشین میدارند یگون خیر ادرشه نیست ماشینو هست درون گراژ با پیشاشون ساخت کردن 2 متر همینجا هم ساخت کردن. بعد نخستین بار به امضا رسیدن قرار ساختمان بنا ساکنان به مقامات ناظر شکایت برده آن را بیکار کردند. ولی شرکت سرمایه ساختمان در اساس اجازه 12 ساختار نظارتی و بهداشتی باز هم به ساختن بنا ادامه داد. در پی نارضایتی ساکنان روز 20 فوریه دفتر مطبوعاتی شهر خوجند در فیسبوک نوشت در موضع مذکور سال 2016 طبق قرار رئیس شهر خوجند برای بنیاد خانه بلندداشتانه پیش بینی شده بود. بعد مراجعت ساکنان به اجرا کننده رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده کمیسیون مخصوص تأسیس داده شده کارهای ساختمانی در این موضع قطع کرده شدند. فردوس شریفزاده شهردار نوی خوجند در نشست خبریش نیز چند پیش گفته بود که سال گذشته به مقامات دادستانی شهر خوجند 20 اعتراض در مورد غیرقانونی دادن قطعه زمین وارد گردیده و اکثر آن قرارها بیکار شدند. این زمینی که امروز برای ساختن خانه‌های بلندداشتانه دیگر مرکزهای سودا جدا شدند و غیر نقشه گنرالی تصدیق شده میباشند ما سرمعمار شهر یگانشان اجازه ساختمان نمیدیم. سلیمان قاسم زاده رئیس دادگاه اقتصادی سوخت نیز روز 22 فوریه گفت تنها سال 2020 درباره بی‌اعتبار دانستن سندهای معیاری ساختمان که از جانب حکومت شهر خوجند به امضا رسیده بودند 7 پرونده بررسی گردیده از این 4 تایش بیکار و 2 تایش رد شدند. 1 تای آن به بررسی مانده است. از اون جمله من یک پرونده بررسی نمودم که هنگامی به نقشه گنرالی شهرسازی مطابقت نکردن و وارد نکردن ورزشگاه و میدانچه ورزشی که در نزد بینو باید جا به جا گذاری کردن اون باید به ساختمان اول راه میدادن بینو بر رعایت نکردن معیار هم هنگامی قبول قرار و معیارهای شهرسازی و معماری قطعی ما همین قرارها رو بیکار کردیم. سال گذشته در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بیشتر از 100 قرار رئیسان حکومت‌ها وابسته به ساختمان بناها مورد بحث قرار گرفته 64 تای آن بنابر ناموافقتی معیارهای کادکس زمین به اعتبار دانسته شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.